سلام بچه ها، بریم با خواهرم برای آنلاین شاپ من خرید کنیم. راستش من خیلی وقت بود که میخواستم آنلاین شاپ بزنم، چون خیلی دوست دارم که کار و درآمدم برای خودم باشه. طبق مشورتایی که کردم به این نتیجه رسیدم که بهتر از لوازم آرایشی و پوستی شروع کنم. پس امروز دست خواهریو گرفتم و آوردمش بازار. اینم خواهر خوشگل و دوست داشتنی من که 4 سال از من بزرگتره. بله، بالاخره بعد کلی پیاده روی رسیدیم به بازار عمده فروشای سبز میدون. قیمت ها اصلا طوری که من فکر میکردم نبودن و من واقعا عصبی شده بودم بابت این موضوع. اما خب با ضد حالی که خورده بودم اصلا دلم نمیخواست انقدر زود کم بیارم و به گشتن ادامه دادم. اصلا طوری که میخواستیم پیش نرفت، قیمت ها فجیح بالاست. وقتی این اکسسوری ها رو دیدم به این فکر کردم که خب شاید بشه که مسیر آنلاین شاپ رو به سمت اکسسوری تغییر داد و بشه که آنلاین شاپ اکسسوری بزنم. و این جورابا هم به نظرم خیلی قشنگ بودن و میشد که آنلاین فروختشون بالاخره طرفدار خودشونو داره. بالاخره بعد کلی تلاش و گشتن یه سری از وسایلی که میخواستم و از این 2 مغازه خریدم. خیلی ممنونم که تا اینجای فیلم با من بودین. لایک و سابسکرایب یادت نره عزیزم. خدافظ.